حفظ طبیعت هنگام سر زدن سوختار. این موضوع رسمی عزیزه اکرمزاده خواننده صنف دهم مؤسسه تعلیمی رقم 14 شهر خوجند می باشد که با آزمون شهری رسمی بهترین پیشنهاد نمود. آزمون رسمی بهترین در موضوع بی‌خطری از سوختار بوده و این خوانندگان مؤسسه های تعلیمی شهر خوجند گذرانیده شد. عزیزه اکرمزاده همه ساله در این آزمون اشتراک می کند و در آزمون امسال در عموم 4 نمود رسمی خود را اعید قاعده های بی‌خطری از سوختار آماده کرده پیشنهاد نمود. شغل اساسی من در آزمون‌های شهری اشتراک کردن می باشد و هدف اساسی من به خوانندگان فهماندنی با آتش بازی نکردن، احتیاطکار باشند. اساساً در جنگل ها احتیاطکار باشند. در اینجا طبیعت را محافظت کردن می باشد. آزمون رسمی بهترین در موضوع بی‌خطری از سوختار همه ساله در 3 ماهه اول بین خوانندگان مؤسسه های تعلیمی شهر گذرانیده می شود. آزمون از جانب خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر خوجند راه اندازی شده. هدفش پیشگیری از حادثه های سوختار و آگاه نمودن خوانندگان از قاعده های بی‌خطری از سوختار محسوب می شود. مسئولین می گویند با این وسیله آتش‌بازی کودکان و سر زدن سوختار با عیب نورسان و جوانان تا جای کم می شود. خوانندگان باید رسم‌های خود را کشیده با طور وسیع فهماند، معرف کرده تونند همون رسم خودشونه. مقصد گذراندن این چاره‌بینی با طور وسیع آموزاندن قاعده بی‌خطری از سوختار با خوانندگان این مؤسسه ها می باشد. خواننده صنف 8 مکتب اینترنتی یاری رسان برای کودکان امکانیتشان محدود شهر خوجند حسن عبدواحدوف در آزمون مذکور رسمی مؤسسه خود را تصویر کرده پیشنهاد نمود و میگوید در رسم از بی احتیاطی یک خواننده در آشیانه دومی مؤسسه سوختار به عمل می آید. خدمات دولتی آتش‌نشانی سری وقت به جای حادثه آمده سوختار را خاموش می کنند. بچه‌ها باید آتش بازی نکنند، قاعده‌های ضد سوختار را رعایت کنند و جرچه‌های نالیاقت به در را زنگ زنند. در آزمون امساله رسمی بهترین خوانندگان نزدیک 40 مؤسسه های تعلیمی شهر خوجند اشتراک کردند. آنها در موضوعهای گوناگون که بازگوی قاعده های بی‌خطری از سوختار و پیشگیری آن بود رسم های خود را پیشنهاد نمودند. اعضای کمیسیه رسم های خوانندگان را از نظر گذرانیده بهاگذاری نمودند. در رسم نادر خدمات آتشفشان کودکی را از زمین آتش علاب خلاص کرده ایستاده است. واقعا آنها را قهرمان گوییم خطا نمی کنیم، زیرا آنها برای خود وظیفه پرمسئولیت را به دوش گرفتند که این برای جمعیت و ملت ما خیلی صافدلانه کار میکنند. در جنبسته آزمونی رسمی بهترین در موضوع بی‌خطری از سوختار به غالبان افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر خوجند تقدیم کرده شد. مسئولین میگویند این کار بهره هوسمندی اشتراکچیان آزمون و جلب خوانندگان با آزمون‌های من بعد عملی کرده می شود. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.